ازدواج سورایو قاسیمова با جوانی 32 ساله. دستی کم از 3 منبع در صحبت با سپوتنیک تاجیکستان تصدیق کرد که سورایو قاسیمова هنرمند مردمی تاجیکستان شوهر کرده است. این در حالی است که نوارهای ظاهراً توی آوازخوان در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند. آوازخوان نامدار تاجیک سورایو قاسیمова ازدواج کرد، خبر می‌دهد صحیفه تماشا در اینستاگرام. سراینده نامدار سورایو قاسیمова با مرد 32 ساله хонадор شد. شاد باش میگوییم، مینویسد منبع مذکور نواری را نیز از این خونه‌دارشوی نشر کرده است. در آن دیده می شود که سورایو قاسیمова در سر چادر و در اطرافش دخترانش و دوستانش او را به نزد داماد میبرند. در پس پرده داماد در انتظار عروس است. صدای ترانه تایانه شبنم بالا می شود. نفر از دایره های نزدیک شبنم سورایو دختری نامداری آوازخوان گفت در حقیقت چند روز پیش سورایو قاسیمова با جوانی 32 ساله ازدواج کرد. با گفته او جوان چند سال عاشق هنرمند بود. او نام داماد را افشا نکرد و تنها گفت که جوان از دایره هنرمندان نیست و تاجر است. در شبکه‌های اجتماعی می نویسند که گویا جوان برای پول و مال خانم سورایو او را به زنی گرفته است. دروغی محض است. همین را می توانم گویم که او سالها باز عاشق سورایو قاسیمова بود و خودش هم مردی دارا است، میگوید زن.